الو الو خسته نباشید. اونجا وزارت کشاورزیه جناب؟ بله. پس درست گرفتم. قربان من تو خبرها شنیدم که 2000 تا گوسفند از رومانی با هواپیما وارد کردین. آره. بعد مثل که این وسط شما یه 900 تاشون رو گم کردین، درسته؟ آره. آره. میشه مشخصات ظاهری گوسفنداتون رو بدین؟ جان؟ نه آخه من امروز وسط شهر بودم که یه تعدادی گوسفند پیدا کردم، گفتم شاید مال شما باشه. بله؟ الو جان پنج؟ آره همشون اتفاقا گوسفندایی که من پیدا کردم همشون پشم دارن، حالا بعضیاشون کمتر بعضیاشون بیشتر. آره بله بعبع میکنن. البته خب بعضیاشون یواش بعبع میکنن، بعضیاشون هم با صدای خیلی بلند بعبع میکنن. جان چاق و چله هستن. بله همشون بدون استثنا چاق و چله‌ن. آره تبر بزنی گردنشون قطع نمیشه از بس که گردن کلفتن. بله جان الان کجا؟ خب تو طویلن دیگه، این همه گوسفند که تو باج تلفن جا نمیشه که. آدرس طویله رو میخوان وسط شهر ها، اب نداره. تو الان آدرس کدومشون رو میخوان؟ نه خب چند تا طویله است این همه گوسفند که خب توی طویله جا نمیشن که قربان. بله مرقوم بفرمایید شما آدرس شما هم بگم. اولین طویله میدون بهارستان ساختمون مجلس، 290 تا از گوسفندا اونجا. آره طویله دوم تشخیص مصلحت نظام که 50 تاشون هم من اونجا دیدم. آره یه 30-40 تا از گوسفندان تو ساختمون ریاست جمهوری دیده شدن. البته یه چند رأسشون هم تو طویله خبرگان رهبری دیدم اونا هم مال شما هستن. الو چه قطع کردی؟ الو ای بابا حالا بیا خوبی کنم. آقا اصلا به اینو خوبی نیومده که آقا بری انقدر دنبالشون بگردین جونتون در بیاد، اصلا به شما خوبی نیومده که